دکتر به چه زن و مردی میگن خوب؟ خانم خوب خانمیه که تو نداری شوهر مشخص میکنه خودش رو و عیارش رو. شوهر ندار فقیر داغون فلک زده و پای شوهر وای میسه. و مرد و آقای خوب زمانی که وقتی داراه خودش اثبات بکنه کیه. مرد پولدار و زن ندار خودشون رو نشون میدن کیه. دکتر میگن که دخترها آهن پرست شدن. نظر شما چیه؟ متاسفانه بعضی اصلا نمیدونن دارن چیکار میکنن. همه چی رو فدای سری موضوعات کردن. حتی همه طور نیستن. من چقدر دختر خوب داریم که واقعا عاشقن، عاطفه دارن، مهربونن، یک کلام دوست داشتنی هن. و چقدر دختر داریم که دنبال ببخشید دنبال کاسبی هست. ببین دختر خانومی که میاد مهری اجرا میذاره به 2 ماه 3 ماه بعضی با یکی دیگه با یکی دیگه کاسبه به نظر من دیگه که عشق اسمش. حالا شما برو همینو توی روابط عادی تر، تو روابط ازدواج مهریه وجود داره، تو روابط حالا دوستانه و اینا دیگه ماشین چی داری و کجا منو میبری و کدوم سفر رفتیم و اینا رستوران چی میریم و اینا. خب بعضیا متاسفانه نداشته هاشون تو رابطه میخوان جستجو کنن، نداشته هایی که ببین تو چی هستی چی میخوای این هیچ وقت اون نداره. همیشه میگن جلو آینه قدی وایس نمیشه. تو از بالا تا به خدا ببین. هیچ وقت کمالگرا و ایدئالگرا نباش خیلی از